اینم بیارم دیگه. فکر کنم همه چیزو گذاشتم. سلام، به اولین ویدیو آموزشی یوتیوب خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام یک سری وسایل خیاطی رو نشونتون بدم که یه دیدی داشته باشید با چه چیزایی میخواید در ابتدا و امتداد کارتون باید کار کنید. ما در ابتدای خیاطی به 2 تا دفتر احتیاج داریم. یه دفتر کوچیک که میخوایم اندازه های خودمون یا اندازه های مشتریمون رو یادداشت کنیم. این دفتر میتونه یه دفترچه یادداشت کوچیک باشه یا حتی یه دفتر سررسید معمولا باشه. اگر دیگه پر رزق و پر مشتری شدید یه دفترچه بزرگ هم میتونید بذارید، ولی در ابتدای کار یه دفترچه یادداشت کوچیک کارتون رو راه میندازه. من این دفتر رو انتخاب کردم. تو این دفتر علاوه بر نوشتن اندازه های شخص 2 مورد دیگه هم باید لحاظ کنید. یعنی توی این دفتر 3 تا چیز لحاظ میشه. اول، برای هر شخص اندازه هاشو مینویسید. دوم، علاوه بر نوشتن اندازه هاش باید شما به اندام شخص توجه کنید و اگر ایراد اندامی داره، مثلا شکم برجسته داره، از گودی کمر زیاد داره یا هر چیز دیگه، اون رو یادداشت کنید که موقع طراحی الگو حواستون بهش باشه. و سومین مورد اینه که حتما مشتریتون اون مدلی که میخواد رو ریز به ریز یادداشت کنید که موقع الگو کشی و دوخ یادتون نره و به دفترتون مراجعه کنید که طبق نظر مشتریتون اون لباس رو پیاده سازی کنید. و ما به یه دفتر دیگه هم احتیاج داریم که هر آن چیزی که یاد میگیریم و توش یادداشت کنیم. ما وقتی که میخوایم هر مهارت جدیدی رو یاد بگیریم، نه فقط خیاطی، هر مهارتی رو میخوایم یاد بگیریم، در کناری که داریم اون ویدیو رو میبینیم، اگر یادداشت برداری کنیم سرعت یادگیریمون بالاتر میره. توی خیاطی هم که این 2 برابر میشه. حالا چه دفتری ما باید انتخاب کنیم؟ قبلا میگفتن که باید دفتر بزرگ باشه، خونه هاش هم 4 خونه باشه، یه دفتر چنین سایزی یا حتی بلندتر که 4 خونه باشه و حتما باید با کاغذ هر طرحی و الگویی رو میکشیدی و جدا میکردی. من این دفتر فقط جهت نمونه آوردم نشونتون بدم و اصلا دفتر خیاطی من نیست و میخواستم فقط بهتون بگم که چنین دفترهایی استفاده میکردم. این دفتری خطش ساده است و میتونید از همین دفترها هم استفاده کنید. اما اون چیزی که من به عنوان اولین دفترم ازش استفاده کردم این دفتر بود. اینجا هم نوشتم بهار و تابستان 1394. من از این دفتر استفاده کردم و خیلی راحتم هر آن چیزی که میخواستم رو کشیدم، نوشتم، هر چیزی که خواستم کارم هم کامل انجام دادم، با هیچ مشکلی هم بر نخوردم. و حتی یه دفتر کوچیکترم داشتم که این یه دفتر خودآموز منه که بعد از کلاس خیاطی خودم سرچ میکردم، نتیجه سرچامه. و من تو این دفتر کوچیک حتی طراحی هم کردم. من بگردم پیداش کنم براتون. بله، این طراحی توی این دفتره. در صورتی که من این موقع که اینو طراحی کردم اصلا دوره طراحی هم نگذرونده بودم، اینقدر زیبا طراحی کردم. به هر حال دچار کمالگرایی نمیشیم و یک دفتر برمی‌داریم. هر چیزی که تو خونه داریم یه دفتر برمی‌داریم برای نوشتن چیزایی که یاد میگیریم و یک دفتر هم برمی‌داریم برای نوشتن اندازه هامون. بعد از این ما میریم سراغ متر. هر خیاطی به 1 متر احتیاج داره. این متر طول هر متر 150 سانتی متره و هر متر از 2 سمت اندازه‌اش نوشته شده. از سمت 1 شروع شده و تموم کرده. حالا جالب اینجاست که از سمت مقابل، یعنی اینجا 1 شروع کرده 155 تموم کرده، طرف مقابلش دقیقاً از اینجا برعکس اونه. این 155 تموم کرده، از این طرف از 1 شروع کرده و برعکس هم دیگه هستن. خیلی هم همین کاربرد داره همین اتفاق. و یه دونه بشکاف که فکر میکنم به نظر من که حکم پاکونو داره. هر جایی که اشتباه کردیم میشکافیم و مجدد اصلاحش میکنیم. اینقدر باید بشکافی و بدوزی تا یاد بگیری. و قیچی ما 2 تا قیچی حتما نیاز داریم. یکی قیچی پارچه و یک قیچی کاغذ.
قیچی کاغذ که برای برش الگومون استفاده میشه، قیچی پارچه که دیگه برای برش پارچه استفاده میشه. حواستون باشه به هیچ عنوان روش غیرت داشته باشید، به هیچ عنوان با قیچی پارچه‌تون کاغذ برش ندید. وقتی با قیچی پارچه کاغذ برش میدید، طول عمر پارچه‌تون رو، طول عمر قیچیتون رو کاهش میدید و خیلی هم حواستون بهش باشه که زمین نخوره. زمین خوردنش هم مثل اینه که شما از چند طبقه میافتید پایین، چه بلایی به سرتون میاد؟ همه جاتون میشکن اگر زنده بمونید. این هم همین اتفاق براش بیفته. و قیچی های دیگه هم هست، قیچی دالبر، قیچی زخیم دوست، قیچی های دیگه هم هست. قیچی های دالبر برای وقتی که پارچه‌تون، برای اون پارچه هایی که خیلی ریش میشن از قیچی دالبر استفاده میکنن که کمتر ریش بندازن، یا پارچه هایی که اصلا ریش نمیندازن برای که سردوزش نکنن باز از قیچی دالبر استفاده میکنن، ولی همین هم کارتون رو راه میندازه. خب من اینا رو میذارم پایین که رو میز خلوت شه.